پاک شده برخوندانی هر نفری که به این کانال آبونه شده است. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت هستید. سلسله فیلم خانه ادامه دارد. ثبتش و ما در شهر خوجند هستیم. در یکی از استخوان‌های هیکل‌تراشی رحیموف دوران بوده صاحب اینجا و خیلی هیکل‌های زیبا و غیرعادی هم هست و عادل ناظر که یک صحنه در اینجا داشتند یک هیکل را دیدن و مانند کردن به یکی از قهرمان‌ها که بعداً خودتان ناظر بعدی نوار خواهید دید و عذر می‌پرسیم از شما که اینجا خطا بوده است مانند کردن، اما در اصل این هیکلی که درباره شکل عادل برای شما میگوید رسام بوده، یک رسام خارجی و نامش بوده فامینکو. تماشا کنید چون خیلی یک قصه تاریخی عجیب است و فکرم که در زندگی به دردتان خواهد خورد. خدا نگهبان، آبونه شوید و به دوستای قندتان هم بفرستید. همین هیکل اختراش نیمی پایکره فقط سری یک شخصی که شما در این صورت بازی دیده من همه دیده و باید یک چی اومد یک قصه بسیار عجیب اومد و قصه بسیار مهم اومد برای سرنوشت تاریخی مردم تاجیک و برای مردم تاجیک هم. حالا ساعت قریب 11 شب من حتی میگم که این استخوانه‌ای که دلشون حتما پگاه وقتی اجازه نشر این ویدیو میگیرند از صاحب این هیکل در تیتر مینویسد که استخوانه‌ای که حتما این هیکلی که شما میبینید در اصل اساسی که هست این به هم مانند شاید همین نباشد. در اصل اساسی که هست نامش سری بریده سرلشکری سوغدی نام دارد. سری بریده سرلشکری سوغدی نام دارد و موافق روایت های تاریخی این سری سپتامین دلاور هست. گپ در سر آن که وقتی که سپتامین زنش خیانت میکند و سپتامین زنش خیانت میکند و سپتامین یکی از دشمن‌های غداری اسکندر جهانگیر بود، زنش زارا و سپتامین خیانت میکند و سر او را در بستر بریده با هم مسلکاش مصلحت کرده مشورت کرده سر سپتامین بریده و اسکندر میبرد. اسکندر بسیار در شگفت میافتد، بسیار زیغ میشد. سبب زیغشوی اسکندر در آن بود که اسکندر گرچند سپتامین دشمنش بود، گرچند همیشه در فکر آن بود که سپتامین مغلوب کند، سپتامین شکست دهد، لیکن وی همه وقت میخواست که به سپتامین خودش مبارزه کند، خودش در میدان نبرد با سپتامین یک جا برآید. چون از کارنامه‌های جنگی او بسیار شنیده بود، درباره او روایت‌های بسیار قهرمانی می‌دانست، بسیار می‌خواست که با وی در یک میدان روبرو شود و وقتی که در خلطه سر بریده سپتامین را می‌بیند بسیار در شگفت می‌افتد، بسیار زیغ می‌شود و به کارمندش و هیکل‌تراش دربارش سفارش می‌دهد که از روی سر سپتامین نسخه کنند و همین نسخه میگوید آورده در قصر من، در حجره من نگاه بمانید که من در حسرت دیدار و در حسرت رزم با سپتامین دلاور بودم و همین کار به من نصیب نکرد و سرنوشت زره هم میداند که وی در زندگی بسیار ناموفق شد. سپتامین و اسکندر و موافق اون چیزی که میخواست به همسری نگرفت و سرنوشت بعد به دچار شد. این مهم نه، مهم اکو سرنوشت همین هیکل. این هیکل سالهای دراز بعد از آن که اسکندر سقوط شد، دولتش سقوط شد، کارهای دنیا به تغییر یافت و چندین صد سالها گذشت، این هیکل آهسته آهسته در یکی از موزه‌های ایتالیا یا اسپانیا نگهداری میشد و نویسنده تاجیک عطا همدم وقتی درباره سپتامین رمان نوشت، همراه همقلمش لئونید چگرین دو کس درباره سپتامین رمان نوشتند. اول رمان سگانه بود، بعدا عطا همدم با وی یک قسمت علاوه‌ای همراه کرد. اول رمان دوگانه بود، بعدا عطا همدم یک قسمت دیگر علاوه کرد، رمان سگانه شد، رمان چاپ شده است.
یکی از جایزه‌های ادبی هم بفکرم جایزه عینیه گرفت و وقتی نوشتن همین رمان در یکی از مترال‌ها میخوند که همین هیکل دیسپلین هست موجود هست و همین قصه که به شما گفتم این قصه را میفهمید در کجا میخونن و همین گونه عطا همدم به دنبال همین هیکل میگردد 10-15 سال سراغ میکند و به ایتالیا اسپانیا فراموش کردم رفته همین هیکل پیدا میکند و به تاجیکستان آوردنی میشه لیکن اونجا اجازه نمیدهند دخالت دولتی میخواد این کار حتی نسخه‌اش اجازه نمیدهند فقط صورتش میبیارد عطا همدم و وقتی به دستگاه پرزیدنت پیشنهاد میکند البته این کار دستگیری نمی‌یابد اون هیکل حتی دوستان در خودتون نیست لیکن ما وقت امروز هنگام ثبت سلسله فیلم خانه به این استاخانه آمدیم بعد در این استاخانه در کالج رسامی در کالج صنعتی به نام صادقخان حافظ شهر خوجند جا واقع هست و همین هیکل من دچار شدم و اینو من به همون مانند کردم شاید این همون هیکل نباشه ولی قصه‌ای که من گفتم جالب هست قصه سری بوده سپتامین که با کوشش عطا همدم نویسنده تاجیک پیدا شد اون قصه هست و اون عکس در اینترنت هم چرخ می‌زنن هر کس می‌تونه یافته بیند و به این وسیله شاید این هیکل همون سپتامین دلار نباشد لیکن به اون وسیله یک بار یاد سپتامین میکنن شاید رمان بسیار خوبی عطا همدم میخونن و از تاریخ گذشته آگاه میشن به همون برای کار موفقیت تاریخ خدا حتما دانید تشکر